چشا رو به ابراز توی عمقم خود قواس نوک پا سر بالا دست باز سلامتی هر کسی تنهاست. سلام، من فردا دارم میرم یه کمپ 3 روزه. حالا این قسمت وسایلمه. این کولرم تازه خریدم چون پول قبلیم کوچیک بود برای سفرهای 2-3 روزه دیگه. حالا برم وسایلمو بچینم. تو این قسمت بالش و زیرانداز چادر کیسه خواب قرار دادم. این قاشق چنگال و قابلمه و مایتابه و کتری رو بذارم قسمت وسط کوله. این گازمه، البته گاز بزرگتر دارم ولی برای این سفر این گازو میبرم با کپسولش. اینو میذارم بغل همون قابلمه و مایتابه. اینا قسمت کناری کوله ولی میذارم. یه چیز لازم داریم بذاریم زیرمون موقعی که میخوایم بشیم دیگه. اینو میبرم که سبوکه. خب بریم این تنقلاتم بچینیم. من تقریبا دیگه کارم با این کوله تموم شد. سلام صبحتون بخیر. من دیگه آماده رفتن شدم. داریم میریم به سمت زنجان. اینم وسایل کمپمون. من تو جاده ایم. اینم از ترافیک جاده. جالبی دارن و اوورلندرها کیان؟ اگر که مثلا 6 ساعت رانندگی کردم دیگه واقعا بریدم. الان تازه برسیم باید بریم تو نیسان. 2 ساعت هم با نیسان باید بریم بالا. چرخه با کمپروندهایی که ببینید طبیعت رو ببینید بسته به علاقتون داره و اینکه میخواین چیکار کنید. من به نسبت مجید خیلی
Galata'nın havasız yok idi. Lamada burada saat tamam kanal zayıfı bombasında اینجا رو نگاه. تو اندازه هاش خیلی قشنگه. یه کادوی خیلی قشنگ گرفتم که دوست داشتم بهتون نشون بدم. دوربین و کره و هواپیماست. نمیدونم گرفتمش هواپیما رو یا نه. به امید روزی که تا رو همزمان با هم داشته باشم، بتونم هم پرواز کنم به کشورهای دیگه، برم کشورهای دیگه رو ببینم، عکاسی کنم اونجا، پاسپورت هم دستم باشه و آزادانه هر کشوری رو بتونم ببینم، ولی ایران زندگی کنم، ولی بتونم راحت به کشورهای دیگه برم و بیام و طبیعتهای اونجا رو عکاسی کنم.